از حدود شهر ترسوزاده دو دریای کلان، قراتاق و شیرکن می‌گذرد. اینچنین برای آبیاری میدان‌های کشت 46 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر خدمت می‌رساند. برای بی‌خوف گرداندن ساحلی دریا و تازه‌کنی کانال و زابورهای منطقه، مسئولین کار خود را در موسم تیرما آغاز نموده منطقه‌های معین شده خوفناک را بی‌خوف گرداندند و برای تامین میدان‌های کشت شبکه‌های آبیاری را تازه نمودند. همه سالا در اساس نقشه چرابنای حکومت محلی شهر ترسنزاده در یکجایگی با شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر ترسنزاده و اداره دولت بهداشت زمین و حکومت‌های محلی جماعت‌های دهات در یکجایگی موضوع خوفناک را دیده برآمده سند نقصانی ترتیب داده شده. در آن نقشه چارابین‌ها ترتیب داده شد. در وقت ترتیب دادن سند معلوم گشت که در 20 موضوع خوفناک معین کرده شد و از آن 12 جای خوفناک معلوم گشت که با سیمتورها محکم کرده می شود. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تکنیک‌های پر اقتدار به موضع‌های خوفناک سفربر گردیده عاقبت‌های آبخیزی‌های برطرف می‌نمایند. در عین محل در جماعت دهات رباط، قراتاق، جوره رحمان 10 سالگی استقلالیت سیمتورها تقسیم کرده شده. با اهالی دههای با مردم جماعت حشرها تشکیل کرده شده. سیمتورها با سنگ‌های کلان جابجا کرده شده است. باید گفت که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسنزاده امروزه برای تعمیر و نگهبانی و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات هیدروتکنیکی، تازه نمودن نهرها و زهبور و زرکش‌ها در مجموع برای آبیاری نمودن 15402 گکتار زمین آبی خدمت می‌رساند.